این نورسان و جوانان هر روز 10 کیلومتر را طی می‌کنند و به دریای پرتغیان معروف به دوشنبین می‌آیند و در این آب تیره و خطرناک خود را سلقین می‌کنند. هرچند در نزدیکی خانه‌شان حوض شناوری موجود است، اما به سبب گرانی قیمت ورود جوانان همراه دوستان و البته با رضایت والدین به اینجا می آمدند. چیکار کنیم؟ بسین پول میگیرن و اینمو میزوبکش هم میگه که پاسمتی از ساعت ها اینجا یه اسمتی میاد 10 ساعت تا چند ساعت فورا آغازی میکنی موافر میگم اوزه میریم اوزه دا آغازی میکنیم خود مناقیه خیلی با میان در اینجا توزه میکنیم خیلی مناده آی بیده اوان توزه بده و آی سالگی دادرش چرک لبای نمخدری کیرما میکروبسته. فرزینه را پدرش هفته 3 دفعه به کولی جوانان می آورد، زیرا در دور نورسی و جوانیش زیادتر به همین جا می آمده است. او می گوید تنها 1 ماه اول تابستان به اینجا می آیند و بس، چون که بعداً آب کل افلاس و برای صحتی خطرناک می شود. آب کل را درست پالوده و پاک نمی کردند. آب که ایستادگی باشد در جوش با یگون زدرینش با یگون چیزی چرکینی و هر پیدا میشن خیلی برای حاضرش نمان با خود یگون 2 هفته ولی آوز کردن بیمال میشه لیکن با دیرتر که میونه های وایده ولی علاقه دیگه در احوال آب دیگر میشه راست دیگه هر کدومش نمیتونه بسنده بودن دو سه کودک داشته باشی روی بسنده اکو با چیز حاضر زمان بودجت اویلوی هر کدومش در نمیتونن خودشون خیلی باید کنن. مربیان مکتب‌های شناوری میگویند حوض‌های شناوری در تاجیکستان درست پاک نمی‌شوند. از همین جهت جوانان و نورسان بعد از آببازی در این حوض‌ها به کسلی‌های گوناگون گرفتار می‌شوند. سبب کم بودن حوض‌های شناوری و بد بودن شرایط حوض‌های موجود هم نارسایی پول است. یعنی آبی که برای شناوری یعنی لازم است و با آب نوشابه باید برابر باشد. یعنی از جهت هم تازگی هم از جهت بی‌ضرری یعنی همه طرفه باید جوابگو باشد. برای همین هم حاضر این حوض‌ها گوییم با طلبات امروزه گوییم با همین وای جوابگو نیست. برای وای خراجات زیاد صرف می شود. وای برای بی‌ضرر کردن وای خلور لازم هر گونه ماده‌های شیمیایی در کل که آب بی‌ضرر گردانیم. بعد آب خودی آب برای همین حوض‌ها گران است نرخش. طبیبان کلینیکای بیماری‌های پوستی وزارت تندرستی میگویند هر تابستان نورسان و جوانانی که با بیماری‌های گوناگون پوست به آنها مراجعت می‌کنند زیادتر می‌شود و در جریان صحبت معلوم می‌شود که این گونه بیماری‌ها به جوانان در حوض‌های شناوری یا کل و دریاهای افلاس سرایت کردند. در اون حوض‌های افلاس هر گونه حشرات‌ها، هر گونه علف‌های بیگانه عموماً افلاس‌ها وجود دارند که با کودکان یعنی ضررآورند. برای چی؟ برای اون که پوستی یعنی عموماً ارگانیسم کودکان بسیار حساسیتناک است نسبت به همون افلاس‌هایی که در همون آب‌ها هستند، در همون میشوند، در به هر گونه بیماری آلرژیوی پوست یعنی گرفتار میشوند. اما وضع به آهستگی تغییر می‌یابد. صاحبکاران انفرادی حوض‌های شناوری نو می‌سازند، ولی حق آببازی در این حوض‌ها برای جیب همه موافق نیست. اینجا حوض شناوری دلفین در شهر دوشنبه است که به گفته ساکنان و میزاجان یگانه جای آببازی با آب پاک و از جهت سلامتی بی‌خوف است. دلفین به استراحت کار می‌کند و هر روز تقریباً 500 نفر به آنجا می‌آیند. برای 4 ساعت خردسالان تا 40 سامانی می‌دهند، از میان سالان و کلان سالان 75 سامانی می‌گیرند. خب ما می‌دونیم که شهروندان ما هر کس نمی‌تونه 75 سوم دیده بوده. برای سگمنت آدمایی که مثال می‌خواستن 50 سومی دارن ما عکس داریم هر روز داریم که وایو با نرخ کمتر با نرخ پستر درآمده می‌تونن. شناوری در بسیاری از کشورها از جمله تاجیکستان خیلی معمول است و علاقمندان زیاد دارد. ولی هر سال در موسم آببازی در کل و دریاب و کانال‌ها و حوض‌های تاجیکستان 10 نفر هلاک می‌شوند. بنا به آمار رسمی کمیته حالت‌های فوق‌العاده، سال 2014 در کشور 112 نفر و سال 2013 124 نفر غرق شدند.